علیکم اکای حاجی مرزا. خود شما را آدمان میگویند که حاجی مرزا از یک دیهات است. نام این دیهات نمیدانم چی ده نویسانده است و این در ناحیه شوراباد می باشد. من مخلص شما هستم، میخواهم که همین دانم. دادر عزیز، من از شوراباد و من از مومن آباد و من از کولاب و من از حصار و من از تاجیکستان و برادر عزیز، ما مال همه هستیم. ما مال شوراباد و مال مومن آباد نیستیم. ما مال حصار و مال کولاب نیستیم. ما مال تمام تاجیکستان هستیم. ما مال بیرون تاجیکستان هستیم. ما برادر مسلمان شما هستیم. یگانه چیزی که نفرت می آید به نام پروردگار محلگرایی است. هیچ وقت خدا را شکر که در وجود خودم همین چیز وقتی که میپرسنم، من سفران زیاد است، برادران میپرسن، من حتی به نزدیکی حتی غرم رفتم، وقتی پرسیدن گفتن که میگویند که شما را باباتان از غرم است. من گفتم بابام هم از غرم است. بله، بابای دیگرم از مقصد دیگر جا است. همه باباهای ما از هر جا هست. برای همین من نمیخواهم که من از کجا هستم، در کجا تولد یافتم. ما یک برادر مسلمان شما هستیم. ما همگان شما را نابسته از کدام منطقه، از کدام شهر، شما برادرای عزیز ما هستیم. ما شما را احترام میکنیم و شما را دوست میداریم و برای شما هم میرسانم که کدامتون محلگرا باشید، کدام شما اگر در دلتون همین محلگرایی داشته باشین، اصلاح کنین که به ایمانتون ضرر میرساند. برادرای عزیز و گرامی، هرچی حقیر کرد، پس کرد، ذلیل کرد امتهای گذشته را انا همین محلگرایی کردن. شما حتی سوره الها که اگر خوانین، شما به حقیقت محلگرایی میرسین. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. تا جای محلگرایی کردن که همون بزرگای خودشون در شهر که دریافت نکردن، قبیله به قبیله گوریستان رفتن، در گوریستان گفتن این ایش بابای من است، اینش بابای من است. حتی با مرده هاشون افتخار کردن. شاعر میگفت به بالی خویش باید کرد پرواز، به بالی دیگران نتوان پریدن. اگر هر کسی میخواهد که پرواز کند، بالد، افتخار کند، به عملش کند، به عبادتش کند، به راست قولیش کند، به درست کاریش کند، به آداب خوبش کند، نه به بالی خویش، نه به بالی دیگران، نه فرزند فلانیم، نه بابام فلانی است، نه من از فلان قبیله ام. ولی در ما و شما این محلگرایی ها هست برادر عزیز. بعضی ها من از کولابیم، بعضی ها من از حصاریم، بعضی ها من از زنغرهیم، بعضی ها من از بلجوانیم، بعضی ها من از فلان جاییم. اینا حاجت نیستند برادر عزیز. و خدا ما و شما را از بین قدرمانه، ملتمانه از بین میبرد. شما هیچ وقت این عمل رذیله و این گمان نادرست در ذهناتون جای نکنید. همه شما، کسی شما را پرسد از کجایی؟ از تاجیکستان. از تاجیکستان هستم. الحمدلله که مسلمان هستم. بهترین جواب همین است داره. شما هیچ وقت در محلگرایی تکیه نکنید. کسی هم به کسی هم افتخار نداشته باشید. فقط به خودتان افتخار کنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یک تن زن مخلص شما اکنون نایه شنه میخوانم. برای برادران گفتن همینجا نایه ها میشود، بعضی مکتوب های هستن از نایه شنه میخوانم. از کدام نایه هست؟ من فرزندم را با رفتار بدش سرزنش کردم. شوهرم باشد مرا دشنام و حقارت داده و ملامت و کوب کرد و یک باره گفت که صد طلاقت کردم و رو دیگر در خانه من زندگی نکن. صاحب 4 فرزند میباشم. داملای شیرین سخن، از کرده خود پشیمانم. با 4 فرزندم در خانه پدرم هستم. دیگر نمیدانم چی کار کنم. شوهرم نیز پشیمان است. داملای عزیز، کمی روشنی میانداختید. با احترام خواهر اسلامی شما. اکنون یک صحابه پیغمبر خدا پیش حبیب خدا آمد و اوصینی گفتن، نصیحتم کن، وصیتم کن. حبیب خدا گشته و برگشته 3 بار چی گفتن؟ لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. غضبناک نشوید، غضبناک نشوید، غضبناک نشوید.
ببینید همه همین حادثه ها در حالت غضب داره عزیز. حتی امروز علمای اسلامی ما و شما میگویند که حتی همین قند، بیماری قند علاجش همین است که آدم غضبناک نشود. همین آدم غضبناک نشود گفته است حتی به بیماری قند مبتلا نمیشود. ببینید در حالت غضب آدم خودش دیگر اداره کردن نمیتواند. انسان در اختیار خودش نیست. در حالت غضب طلاق میکنی، در حالت غضب ولی برادر مکتوب است می خانمش مادرش به کارچه زده در حالت غضب. ببینید چه حادثه ها امروز رخ میدهد. پشیمان هستند. لیکن ما اولا غضب را نتیجه داریم. بسیار با تمکین باشیم، بسیار با تحمل باشیم. فرزند است گاه وقت میزنی، گاه وقت سیاست میکنی، گاه وقت اشتام میکنی. برای یک فرزند زدن وقتی که زن حد طلاق خورد این مرحله ابله است برادر عزیز. نخواه برای فرزند تعلیم دادن یا فرزند سیاست کردن ما در حال جوان مردی خود ما در 10 طلاق بینیم یا در 100 طلاق بینیم. من باوری کامل دارم که اگر همین خواهر ما نماز نمیخواند شوهر 100 طلاقش نمیکرد، روی مال بالای سرش نمیکرد 100 طلاقش نمیکرد، به خاطر خدا نمیکرد، لیکن به خاطر فرزند ناراحت شدنش 100 طلاق کرد. اینا پشیمان. برای این علاج طلاق در دست من نیست. من 10 بار گفتم شما مراجعاتی در مرکز کنین، دوشنبه روید، همونجا هر چی برای شما گویم جوابش همون است داره. من نمیدونم از طلاق چیزی برای شما فتوا داده نمیدونم. الان خصوص 3 طلاق و 100 طلاق است. یک طلاق و 2 طلاقش باز یک امکانیتاش هست. چقدر غضبناک شده همین که گوییم که طلاق کردم. بس چقدر اگر شما غضبناک شد اولش خود طلاق نکنید، یکی کردین همین یا کلمه همون انشاءالله را استفاده برید انشاءالله طلاق کردم اصلا طلاق نمیشود. غضبناک یا هم تگوی انشاءالله مثال 3 طلاق کردم طلاق نمیشود. تمام خوبش همین است. بینیم باز غضب را آدم پشیمان میشود. السلام علیکم دامنای عزیز. بسیاری دخترها از حساب تلفن‌های دستی بی‌راحه شدند. نصیحت کنید تا که برادر و پدران اونها همراه شما نماز میخوانند و به اونها خریدن ندهند. درست گپی خیلی با مورد، خیلی با معنی که دخترهای جوان اگر شما ببینید در کوچه ها اکثریت همونها بیچاره در گوش ها تلفن فقط و فقط صحبت به عاشقای خود دارند. کم از جوان دختری که مقصد گویم تلفنی که برای او داده می شود او تلفن مقصد با یگان کارهای تعجیلی که برای خانه باشد یا برای مثال با پدر و مادر صحبت داشته باشد، کم از اون دخترهایی که فقط در این راه سر زنند. و این خاطر پدرای عزیز، دادرای عزیز، یگانه چیزی که امروز خواهرای ما در خطر دارند، بچهای ما در خطر دارند، همین تلفن است. من نمیگویم که این تلفن مثال تلفن داشتن نادرست باشد، نه، این خیلی خوبی دارد، خیلی پیشروی است. ما پیشروی ها را دستگیری میکنیم. لیکن امروز برای دخترهای جوان الله که گویم که فقط و فقط تلفن کردن، با مردهای بیگانه صحبت کردن، با مردهای بیگانه جای ملاقات معین کردن، بغیر همین زیان دیگر چیزی آوردگی نیست. برای این پدرای عزیز، دادرای عزیز، اگر شما خواهید که دخترای شما از یک راهی باز نادرست اگر گردن، اونا را صاحب تلفن نکنید، در دستشان تلفن ندهید. حتی جناب عالی را ببینید برای مکتب بچه ها تا تمام کردن مکتب دادن تلفن در مکتب ها هم اجازه نداده بودند، داشتن ماشین در مکتب ها هم اجازه نداده بودند. لیکن اینوز متاسفانه معلم ها میتونن بچه ها را در مسجد میبینند، لیکن تلفن ها را در دستشان نمیبینند. 4 بچه اگر مسجد بیاید بعدی درس، حالا که قانون اجازت میدهد که جوان پسر آمده نماز در مسجد خواند بعد مکتب، ما در حالت مکتب جانبدار نیستیم، اون میبیند، اون زیر تنقید قرار میدهد. لیکن تلفن هایی که سفارشی و سروری دولت او را نمیبیند، یا لباسی که او جوان دختر تماما بی‌معنی کرده است، افلاس کرده است، او لباس او را نمیبیند. برای این برادر عزیز، ما هم جانب، ما هم معلم مثل تو. برای این شما
назар кунед. ҳар чизе ки ба фоида бошад назар кунед. мо ҳам ҷонибдор, лекин чизе ки фармон аст, чизе ки имрӯз вайронкунанда аст, онуш дам ғамхор бошед. барамин накунед додари азиз, нахарен дар дасти духтаротон